ما از این طب چگونه یاد کنیم؟ طب اسلامی یا طب الائمه؟ بله، البته طب اسلامیه و طب اسلامی در گذشته بوده و کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشته شده، چه در مذهب شیعه چه در مذهب عامه. کتاب‌هایی به نام الطب النبوی نوشته شده و مطرح است و بلکه در کتاب‌های حدیثی عامه به خصوص بابی به نام باب الطب دارند و در ابتدای کار سعی کردم برای اینکه پایه طب اسلامی رو تثبیت کنم، هم از روایات شیعه هم از روایات حدیث نبوی عامه. در کتاب خودم در جلد اول مشهوده از صحاح سته، از کتاب‌های معتبر عامه حدیث نقل کردم، در کنار احادیثی است که در کتاب‌های شیعه و در منابع شیعه است. با این تعبیر میتونیم بگیم که آیا نبی اکرم یه طب مستقلی رو به ارمغان آوردن؟ یعنی طبی فراتر از اون چه که در گذشته نبی اکرم از طب وجود داشته؟ بله، پیامبر خودشون هم تصریح کردند و از ایده هایی که مطرح میکنن معلومه ایشون طب مستقل داره، پایه های مستقل داره، ساختمان مستقل داره و پیامبر و اهل بیت مکررن با اطبای زمان اینجوری صحبت میکردن: طب ما طب شماست، طبی که ما داریم بهتر از طبی که شما دارید، این شمایی است که به طب ما نیاز دارید. با این زبان، با این وصف ائمه طب خودشون رو بیان کرد. نکته اینجاست که در گذشته چه طبی غالب بوده؟ آیا یک طب تجربی بوده یا نه اون هم از توسط انبیا مثلا به وجود آمده؟ ما اعتقادمون این است که ادله مبرهنی هم داریم. یک کتابی به نام احلیلجه، کتاب خود امام صادق، با دلیل با برهان قاطع ثابت میکنه که طب نمیتونه بشری باشه، امکان نداره. طب فقط از راه انبیاست و از راه وحی آسمانی است و امکان نداره خود بشر گیاها داروهای درمانی خودش رو پیدا کنه. اولین طبیب روی زمین خود حضرت آدم بود که خداوند تبارک و تعالی زمانی که ایشون را از بهشت نازل کردند علوم را بهشون آموختن. اولین دو علم طب و نجوم است. خیلی عالی. پس با تعبیر حضرت عالی شاید مبدأ طب هم دینی بوده باشه، یا به تعبیری قطعا دینیه به تعبیر حضرت عالی. خب اگر این وجود داشته، این طب نبوی بوده، از انبیاء گذشته بوده، چرا پیامبر اکرم یه طب جدیدی رو باید به ارمغان بیارن؟ چرا تبعیت از اون طب سابق نکردن؟ بله، طب از خود انبیا بوده، به خصوص از پیامبر داوود و از سلیمان و لقمان حکیم که کارش حکمت بوده. حضرت عیسی هم معجزش طب بوده. اینا بوده و اگر میخوای حساب کنید طب این بزرگواران و این پیامبران الهی درست مانند شرایعشونه، مسیحیت و یهودیت و حنیفیه که مال حضرت ابراهیم. خب اینا بوده، بس چرا پیامبر اینا را مثلا مطرح نکرده بلکه یک دین اسلام مستقل آورده و به عنوان مکمل این دین هاست و اون دین های قبلی دچار انحراف شده، تحریف شده و کجروی شده. همین داستان در طب هم بوده، همون انحرافات و همون تحریف و همون دخالت بشر سبب شده این طب ها اثرش، تأثیرش رو از دست بده و پیامبر مجبور شد که طب کامل خودش رو مطرح کنه.
من به جهت اینکه در این حوزه اطلاع کافی ندارم از حضرت عالی میپرسم آیا طب در اون دوره تأثیرمند نبوده، پاسخگو نبوده و آدم‌ها نسبت به اون طب بدبین شده بودن که پیامبر یه طب جدیدی رو به ارمغان میاره، یا مردم همون زمان هم در حوزه طب با نسبت به نبی اکرم مثلا میگفتن ما طب خودمون رو عمل میکنیم و شاید تبعیت نمیکردن از نبی اکرم؟ بله، طب در اون زمان بوده، تا حدودی هم تأثیر داشته، ولی پیامبر ما طب اکمل را آورده، طب کامل را آورده. اسلام همون مسیحیته، همون یهودیته، منتها اسلام طب کاملی است، دین کاملی هستش، کاملتر، اصلح، بهتر و دچار تحریفات هم نشده. و به همین جهت پیامبر و اهل بیت وقتی طب خودشون را مطرح کردند، خیلی از اشتباهات طب‌های گذشته را تصحیح کردند. گفتن این اشتباهست، این حرف اشتباهست، این دارو اشتباه، این روش مصرف اشتباه، این دارو مال انبیاست ولی روش مصرف اشتباهست، صحیحش اینه. شروع کردن به تصحیح اون اشتباهات که ولی خب در کنارش هم طب اسلامی را پایریزی کردند و یه طب کاملی است که بی‌نیازه، همون گونه که ما الان در اسلام بی‌نیاز است تعالیم مسیحیت و نصرانیت و یهودیت هستیم، در طب اسلامی هم بی‌نیاز است طب یونانی و طب هندی و طب‌هایی که در اون زمان مطرح بوده. پس من بخشی از پاسخ سوال بعدی مبنی بر این که طب اسلامی و طبی که در گذشته وجود داشته اگر یه تضاد فاحشی بخوایم ازش نام ببریم، بگیم آقا چه تضادی داشتن، شما میفرمایید که دستخوش تحریف شده بودن. آیا به نکته دیگه میتونیم اشاره بکنیم که تفاوت طب اسلامی در مبدأ که زمان نبی اکرم باشد و قبل از اون مثلا فلان شاخصه یا فلان به اصطلاح نکته، این تفاوت بارز طب ما و طب اونها؟ یه تعبیری به کار بردین، فرمودین گفتن طب ما و طب آنها، که این آنها رو تعبیر میکنید که باز همون از انبیا بوده اما دستخوش تحریف شده. این سوال اینجا وجود داره که تفاوت بارز این دو طب چیست؟ البته ما تفاوت اساسی داریم، تفاوت مبنایی داریم، هم در اصول طبی و هم در فروعش و شاخه‌هاش، که پیامبر اکرم فرمود که این کارها اشتباست، این نوع طب، این نوع درمان اشتباست. علاوه بر این است که پیامبر اکرم یک مبانی جدیدی یا روش‌های جدیدی مطرح کردن، ابتکار کردن که در گذشته نبوده. به عنوان مثال مانند حجامت است. حجامت مال پیامبر ماست، ارمغان شب معراج است و در گذشته و در طب‌های یونانی و قبل از اون هم نبوده، ولی به عنوان یک درمان عمده در طب اسلامی و یک پناهگاه عمده در طب اسلامی مطرح است. به عنوان مثال در طب قدیم مردم را از شام خوردن نهی می‌کردند ولی در طب اسلامی خیلی روی شام تاکید دارن و بلکه واجب میدونن. البته وجه اشتراکی هم وجود داره ولی متاسفانه وجه اشتراکاش از بین رفته. به عنوان مثال حضرت عیسی مردم را با دعا درمان میکرد ولی بحث درمان با دعا در طب یونانی باقی مونده، اثری نداره و وجودی نداره. ولی یقینا حتی در خود انجیل تحریف شده امروزی میفرماید که حضرت عیسی با دعا درمان میکرد و دعا درمانی بود، ولی در طب سنتی و طب یونانی امروزی که مطرح است اسمی از دعا و درمان با دعا نداره.
در جملات قبلتون اشاره کردید به کثرت این روایات. جای دیگه یه نقلی از حضرت علی هست که فرمودین ما 11,000 روایت طبی داریم. خب با وجود این همه روایت طبی چرا کتب سلف ما یا در کتب اربعه باب مستقلی به نام طب نیامده یا به روایت طبی نپرداختن؟ البته باب مستقل نیومده، ولی در خود کتاب کافی که معتبرترین کتاب شیعه است، رفقای ما آمار گرفتن، حتی مخالفین ما آمار گرفتن، 2400 روایت طبی در کتاب کافی هست. ولی چون اینها خیلی از روایت طبی را نمیشناسن، فکر میکنم طبی نیست، بنده به اعتقادم حداقل 3000 روایت طبی در کتاب کافی وجود داره و همچنین بقیه کتب اربعه روایات به این اندازه است. بلکه یه اشتباهی وجود داره، اصلا کل فقه ما ارتباط با طب داره. ما اگر نماز بخونیم برای سلامتی، روزه میگیریم برای سلامتی، زکات میدیم برای سلامتی، حج میریم برای سلامتی، نماز شب میخونیم برای سلامتی، ولی اینها را مطرح نکردن متاسفانه. صوموا تصحوا، روزه بگیرید سالم میشید، حجوا تصحوا، حج برید سالم میشید، نماز شب بخونید سالم میشید و همجور بقیه. کل بحث اطعمه و اشربه و وضو بگیر، برای چی وضو بگیریم؟ برای سلامتی. غسل کنید، برای چی غسل کنیم؟ برای سلامتی. تمام مباحث طهارات، حمام رفتن، شانه زدن، همه این مسائل، بحث اطعمه و اشربه، بحث تغذیه اطعمه اشربه، کلش مربوط بشه به بحث طب است. بیشتر دین ما طب است، ولی ندیدن این را ندیدن. تعبیری که علل احکام شاید طب یا حضرت علی تکیه میکنید در این که به اصطلاح مصلحت این احکام عمدتاً به جهت صحت بوده، این تعبیریه که ما تازه امروز میشنویم یا در گذشته هم بوده؟ یعنی این تعبیر حضرت علی است یا در گذشته هم بوده به گوش ما نخورد؟ ببین علمای ما 100 سال 110 سال 105 سال عمر میکنن. راز عمر کردنشون چیه؟ راز عمر کردنشون عمل کردن به همین احکام و نماز و روزه و مستحبات و واجبات و که این همون طبه. راز طول عمرشون اینه. با اینکه علمای ما نه ورزش میکنن، نه تغذیه درست حسابی داشته باشن، نه درمان درست حسابی داشته باشن، ولی 105 سال راحت عمر میکنن. اگر یه عالمی 85 سال بمیره میگن جوان مرگ شده. خب چرا؟ رازش چیه؟ چرا سوال نمی کنن؟ چرا پزشکا 59 سال عمرشونه میانگینش؟ ولی علمای ما اینقدر. این راست همون دین ماست. این دین ما همون طب ماست. دین ما همون سلامتی است، همون راز طول عمر است. ولی علمای ما خودشون عمل میکنن ولی به مردم نمیگن. اگر که اهل بیت که منابع این علم بودن، اگر بنا بر این بود که طبیعتا ما اهل بیت رو در جایگاهی میدونیم که اونها دارای همه علوم هستن، اما سوال اینجاست که اگر که همه علوم هم نزد اهل بیت هست، در بعضی از موارد این علوم رو منتشر نمی کنن یا خودشون مثل مراجعه به پزشک خودشون به طبیب مراجعه می کنن که ان رسالت این دین تبیین احکام طبی نیست یا تبیین طب نیست. آیا این برداشت صحیحیه؟ و اگر نیست پس چرا امیرالمومنین رو درخواست میکنن که طبیب بیاد بالا سرشون؟ یا در مورد بعضی از اهل بیت این وجود داره که طبیب بالای سرشون اومده؟ بله، این که میگن اهل بیت به طب اهمیت ندادن، این حرف درستی نیست. عرض کردم که 11,000 روایت طبی داریم، نزدیک به 3,000 روایت در خود کتاب کافی هست و این نشان دهنده این است که چقدر اهل بیت به طب اهمیت دادن. ما اینقدر روایت در فقه نداریم، اینقدر روایت در نماز نداریم، اینقدر روایت در روزه نداریم، اینقدر روایت در حج نداریم،
خیلی بالا بره به پایین بیاد 200 روایت 300 روایت. به جهت این که ما یقین داریم، قطع داریم که اهل بیت وقت تلف نمی کنن. این روایات را بیان کردن وقت تلف نکردن، لازم بوده که بیان کردن، مهم بوده. بنده در زمینه نوشتن نویسندگی به چیزی اهمیت میدم که اهل بیت اهمیت دادن. نگاهم اینجوریه، چون دیدم در طب 11,000 روایت رو داریم، پس اهل بیت به این مسئله اهمیت دادن و من به این مسئله اهمیت دادم. در مرحله بعد در مسئله امام زمان علائم ظهور 7,000 روایت داریم. نشون میده که اهل بیت به این مسئله خیلی اهمیت میدن و بنده کتابی هم در این زمینه نوشتم. یه تعبیری وجود داره که میگن طب اسلامی یا طب آقای تبریزیان دارو محوره و مردم محتاج دارو هستن. این جمله درستیه؟ ببینید کدوم طب الان دارو محور نیست؟ مگر پزشکی شیمیایی بری دکتر بری دارو برات نمی نویسه؟ دارو محوره. طب سنتی میری گیاه به شما نمیده، میگه آقا مثلا برو دعا خوب بخون، یا میگه برو فوت کن، خودت درمان کن. کل طبها دارو محوره. حالا ما هم فرض کنید که الان ما نمیخوایم بگیم، ولی فرض کن ما دارو محوریم. خدا دارو محوره. خدا در قرآن چی فرموده؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. اصل داروه، درمانه. خدا با این نکته دوم این است که این مسئله اگه ببینی الان یه موجی در کشور و کشورهای دیگه، فکر نکنید الان طب اسلامی مال ایرانه، نه، از این حرفا گذشته است. اگر ببینی یه موجی در جهان ایجاد شده و در کشورهای مختلف و گرایش مردم به سمت ارگانیک، سبک زندگی، کی شعار 2 وعده غذا بخورید آورده؟ کی مسئله بسم الله گفتن قبل از غذا نمک خوردن، بعد از غذا نمک خوردن؟ تمام این مسائلی که مربوط میشه به سلامتی و سبک زندگی اسلام و در جلد 4 کتابم همش مربوط به سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی صحیح، تغذیه درست، غذاهای سالم. کی مطرح کرده؟ کی اصلا مردم از این حرفا خبر نداشتن؟ امروزه مردم به دنبال غذای سالم هستند. امروزه مردم به دنبال سبک زندگی سالم هستند. علاوه بر این ما در درمان فقط دارو نیست. طب شیمیایی فقط دارو محوره، طب سنتی فقط دارو محوره. برای اینکه ما درمان هامونو به 2 قسم تقسیم میکنیم، یکی داروه، یکی دعاست. ما قائل به دعا درمانی هستیم، رقیه خوانی، اوزه، نشره، تمائم و امثال این هست. بلکه چیزی که ما مطرح کردیم و در کانال ها هم مطرح شده و در کتاب هم مطرح شده، انواع و اشکال درمان داریم. ما ازدواج درمانی هم داریم، بویدن درمانی هم داریم، عطر درمانی هم داریم، انگشتر درمانی هم داریم، لباس درمانی هم داریم. همه چیز ما الان شاید 400-500 نوع درمان داریم. شانه درمانی و این مباحث رو تو همون 4 جلد کتاب تو جلد کتاب هستش، همش هست و کتاب ادامه پیدا میکنه. جلد 5 در حال اتمامه. خب ولی خب ما اومدیم توی وسط توی اجتماعی است که همه بیمارن، همه مردم الحمدلله. خیری که این طب شیمیایی داشت این است که همه مردم را بیمار کرده. کی الان بیماری نداره؟ یا دیابت دارن، یا فشار خون دارن، یا چربی خون، یا چربی. ببین تمام تراریخته که الان تقریبا 300 تا محصول تراریخته داریم، تمام تراریخته از بنیاد بیل گیتس بلند شد. بزرگترین داروساز و واکسنساز دنیاست. تمام این تراریخته ها، این تغییرات ژنتیکی در گیاهان، در دام،
به وجود آمده کار همون آقاست. اینا همش عمدیه. اینا میخوان مردم بیمار باشن، مشتری دارو باشن و یه مراحلی دنیا و جهان گذرانده. اگر فرصتی هست عرض میکنم. خیلی عالی، تشکر میکنم. عرضم به حضور شما که حالا در طب اسلامی آیا پیش اومده که داروی اثر نکنه؟ یعنی نمونه هایی که شما فرمودین تیمی داشتین در ابتدا در مورد هر دارو شاید روی 100 نفر تست میکردید، آیا اتفاق افتاده که این دارو اثر نکنه یا نه در مورد این 100 نفر اثر بکنه اما بعدها گزارشاتی داشته باشین که این دارو اثر نکرده یا حال بیمار رو بدتر کرده، یا گزارشی اصلا مبتنی بر فوت افراد بابت مصرف دارو داشتیم؟ در مورد داروها ما افرادی داریم میان مراجعه میکنن میگن خوب نشدیم یا داروی شما اثر نمیکنه. ما اینجور موارد رو تحقیق کردیم، بررسی کردیم. تقریبا 99% و 9 اینا دارو مصرف نکرد. برای اینکه داروهای ما مصرف کردنش کار سختی، حالت پودری داره، خوردن اونها سخته یا تلخه یا بدمزه است. به همین جهت اینا مصرف نمی کنن و میان میگن که ما خوب نشدیم، یا اینکه درست مصرف نمی کنن. البته بیشتر اعتراضات اگرم هست نسبت به نمایندگان، خب اینا طاعاتشون بعضی هاشون کامل نیست و خوب یاد نگرفتن در تشخیص بیماری، در معرفی دارو مشکلاتی دارن. بله ممکنه کسی نتیجه نگیره. هم جواب داده و کل بیماری های سخت العلاج رو درمان کرد.